السلام علیکم دوستان عزیز، استادان، دانشمندان، محققان فرهیخته کشور، همکاران ارجمند. ما امروز همه شما را به محفل علمی و ادبی آشیان کمال که واقعا این محفل زاده کافدر ادبیات کلاسیکی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов می باشد. در یک مکان خیر مقدم میگوییم که این مکان با نام مانی یک آثارخانه هست که در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов روی کار آمده است و مکانی است که اینجا دسترنج استادان و دانشجویان همین درگاه فاکولته صنعت تصویری و تکنولوژی ثبت شده است. من همه شما دوستان عزیزان دانشمندان به یک معنی کمال شناسان ارجمند را به این محفل خیر مقدم میگویم. ما سال گذشته 700 سالگی شیخ کمال خوجندی را با دستگیری و سرپرستی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برگزار کردیم و اونهایی که در این جبهه خدمت کردند، اونهایی که در این جاده کار کردند، فکر میکنم که اکثرشان در همین محفل جمع آمدند و امروز ما به این محفل یک بار دیگر از کمال خوجندی، شعر کمال خوجندی، شخصیت کمال خوجندی، تاریخ روزگار او یاد خواهیم کرد. من همه شما را یک بار دیگر خیر مقدم میگویم و با کمال ممنونیت سخن افتتاحی را به سروری دانشگاه دکتر علم‌های تاریخ پروفسور جمشید جلیزاده حبیب الله میدم. مرحبا. استادان گرامی قدر، همکاسبان عزیز، با دستگیری و هدایت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان امروز برای بزرگداشت متفکران، ادیبان، عالمان کارهای شایان نظررس انجام داده می شود و از جمله چنین تدبیرهای سودمند، تدبیرهای معنوی بنیاد البته این پاس داشتن نام و کارنامه شیخ کمال خوجندی می باشد. البته در مورد کمال خوجندی بسیار تحقیقات‌های پرارزش انجام داده شدند و مخصوصا در دوره معاصر، در دوره استقلالیت خیلی و خیلی تحقیقات‌ها، مسائل‌های مبرم علمی وابسته به ایجادات کمان و دیگر سخنوران کلاسیکی تاجیکی فورس تحقیقات‌ها و دیگر تحقیقات‌های پر ارزش انجام یافتند، ولی در برابر این برای هر یکی ما کمال خوجندی و دیگر ادیبان در حیات شخصی هر یکی ما البته تاثیر عمیقی دارند و امروز کمال خوجندی در همه مرحله های زندگی ما، در همه مرحله با معنی تازه، با محتوای نو همیشه جلوه‌گر میشد. چنین شخصیت ها، چنین بزرگان هزار ساله ها برای هر یک انسان، برای تمدن انسانی راهنما هستند، مشعل افروز هستند و امروز نیز با هدایت پیشوای معظم ملت خب کمال خوجندی و دیگر بزرگان علم و ادبیات تاجیک خب امروز راهنمای همه ما هستند. امروز کارهای خیلی نظررس انجام داده شدند و امروز دانشگاه ما در مسیر همین تدبیرهای سازنده پیشوای ملت قرار دارند و کوشش میکنند که خب در پرتو همین هدایت ها کارهای پر ارزشی را انجام دهند. من به همه استادان برای چنین کارهای نظررس، برای چنین زحمت های بسیار البته ارزش سپاس بیان میکنم، زیرا بخشیده به 700 سالگی کمال خوجندی در دانشگاه تحقیقات پر ارزش انجام داده شدند، کتاب های پرمحتوا نشر شدند، خب چاره‌بینی های بسیار بلند علمی برگزار گردید و همین البته خب محبت به همان سخن، محبت به
камол муҳаббат ба адабиёт ва маънавият мебошад. ман ҳамаи шуморо ба ин маҳфил хушомадед мегӯям ва эътимоди комил дорам ки албатта ҳамаи шумо аз ин бардошт, аз ин маҳфил як бардошти маънавӣ мегиред. саломату сарбаланд бошед. хушомадед. به یاد تو اشاق دل شاد نیابم، به بندگی از بند غمازات نیابم. دیوان دلان را که کشد پای به زنجیر، گر بوی سری زلف تو از باد نیابم. اهل نظر از خوست ز شوخان ستمکار، یابند همه چیز ولی داد نیابم. هر تیر که گم گشت به نخچیر ز شیرین، جز در جگری خسته فرهاد نیابم. زلفی تو به قرن نشود یافت که آن شست، گر عمر رسد نیز به 70 نیابم. سحر است کمال این سخنان با طلالت، صنعت طلبان به ز تو استاد نیابم. دوستان عزیز، ما امروز در محفلی قرار داریم با نام آشیان کمال، در محفلی که میخواهیم از کمال خوجنده بار دیگر یاد کنیم. میخواهیم از شعر او، از شخصیت او، از تاریخ زندگی او حرف زنیم. میخواهیم در این برنامه از محققان، از اونهایی که در مورد زندگی نامه کمال، روزگار کمال، شعر کمال، شخصیت کمال کاری را به انجام رساندن یاد کنیم و همزمان از کارهایی که من بعد باید انجام دهیم صحبت کنیم. و چون سخنی ما امروز درباره خواجه کمال خوجنده است، البته خواجه کمال خوجنده را همچون شاعر میشناسند، همچون یک نفر میشناسند که در تاریخ ادبیات ما از بزرگترین سخنوران محسوب می‌یابد. من میخواستم در آغاز محفل شعر خواجه کمال، شخصیت خواجه کمال را از زبان شاعر شنیده باشیم و بسیار میخواستم استاد احمد جان رحمتزاد درباره کمال و شعر کمال اندیشه خودشان را همچون شاعر بیان کنند. خواجه کمال الدین مسعود که از خوجند باستانی به عرصه عالم با سخن والای خیش آمدند، از بزرگترین سخنوران عالم فارسی زبان جهان هستند. شیخ کمال خوجنده یک جنبه ایجادیات شیخ کمال رو من تاکید کردنی هستم. شیخ کمال خوجنده برابر تمام نزاکت، لطافت زبان ناب فارسی تاجیکی را در شعر تجسم کردن، آنقدر محبت، عشق بزرگ را وصف کردند که در تمام عالم ناگنجیدنی است. این محبت اساس وحدت وجود است و سراینده وحدت دی وجود. شیخ کمال خوجنده سپس چون استاد این طرف در سرزمین قفقاز، در عراق و در عرب، در خراسان بزرگ، در ماوراء النهر که وطنشان بود، در غرب چین آنقدر شهرت پیدا کردند و این شهرت با سخن گرم، با سخن پرمحبت، با سخنی که عرش را به فرش می پیوست و فرش را به عرش می پیوست و می پیوندد به وجود آمده است. به سبب هم بزرگترین سخنوران عالم از جمله شاعران و علمای بزرگ تاجیک و فارس، عالم عرب، اردو و هند دلباخته ایجادیات شیخ کمال نبودند و من بعد هم
تمام شاعران نزاکت سخن را از کمال خوجندی آموختند و بهترین نشانه این پیروی مولانا عبدالرحمن جامی، بدرالدین هلالی، پیروی میر علی شیر نوایی و ایجادیات کمال خوجندی و از همان دوره زندگی شیخ کمال تا به امروز تمام شاعرانی که یک بیت یا یک غزل گفته باشند به شیخ کمال پیروی کردند و استقبال نیز کردند. در مورد روزگار و آثار کمال خوجندی بحث های زیادی هستند. در بعض مسئله ها، مسئله زندگی نامه، مسئله شعرش، مسئله متنش و یکی از سوال هایی که پیوسته چی خاص چی عام میدهند، این سوال برای چی شیخ کمال خوجندی از شهر خوجند رفت. سبب رفتن شیخ کمال خوجندی را از شهر خوجند هر یک محقق به طور خودش توضیح میدهد، تشریح میدهد و اینجا ما خواستیم از استاد جلوبک اسام‌الدینوف که مورخ هستند نظر خودشون با مثال های تاریخی نسبت همین مسئله بیان کرده باشند. مرحبا استاد. تشکر. شیخ خواجه کمال خوجندی در ایام زندگی کردند که در حدود ماوراء النهر و خراسان مغول‌ها حکمرانی میکردند. چنگیزخان لعین ملک‌های زیاد را فتح کرد و چند اردوگاه‌های خودش را در خوجند و اطراف آن جایگیر کرد و بعداً به پسران خودش ملک‌هاش تقسیم کرد. از جمله ملک خوجند ما به اولوس چغاتای تابع گردید و مدت در این ملک گماشته مغول‌ها محمود یلواچ حکمرانی کرد و بعداً منگوقاان و توخان و دوخان هم میگویند، ترمشیرین و کبک خان و دیگر خانهای مغول حاکمی این همین ملک شدند. و در تاریخ نامه ها و خاصتا در اثرهای فضل الله رشیدالدین، عطاملیک جوینی و بعداً تاریخ نگاران عهد تیمور، شراف الدین علی یزدی، نظام الدین شامی، احمد ابن عربشاه، حافظ ابرو، عبدالرزاق سمرقندی و دیگران وضع سیاسی و اجتماعی فرهنگی دور تا اندازه بها داده شده است و در آنجا گفته می شود که سالهای 50 60 عصر 14 که خواجه کمال خوجند در همین دور به عرش کمالات رسیده بود، در حدود ماوراء النهر ما خرج و مرج سیاسی آغاز می شود. مبارزه های بین همدیگری خانزاده های مغول به عمل می آیند و حتی سال 1358 در قرشی که مرکز اساسی مغول ها محسوب می بود، انجمن یک خرولتای مغول ها برپا می گردد و در آنجا مغول ها زبان یک کرده نمی توانند، به 30 ملک جداگانه تقسیم می شوند و متاسفانه تاخت و تاز های مغول ها شروع می گردد. و در کتاب نظام الدین شامی در مورد حکمران بودن بایزید جلایری در خوجند سخن می رود که در همین عهد مثلا برلاس ها در کش، مثلا جلایرها در خوجند و بعد دیگه قوم های گوناگون مغول ها که بودند در این ملک ما متاسفانه حکمرانی میکردند و در همین شرایط تاخت و تازهای وضع سیاسی خواجه کمال خوجند مجبور شد شهر خوجند را ترک بکند و از بس که همین مغول ها چندین یا مرکز های مهم را داشتند، اینها هم اردوی طلایی، هم اردوی سفید هم میگفتند و بعداً هلاکو مرکزی خودش را در منطقه های آذربایجان و ایران و خراسان هم تشکیل کرد و بعداً
نماینده جلایری ها که در خوجند حکمران بودند اینها به تبریز کوچ می‌بندند و در تبریز حکمرانی جلایری ها را و بعد چوپانیان را میگویند. یکی از نماینده های جلایری که با تخلص چوپان موجود بود در همان جا همان سالهای گویا 60 70 عصر 14 عمر به سر بردند و شاید خواجه کمال از سبب آنکه در خوجند جلایری ها حکمران بودند و تبریز برای در امنیت قرار داشتن به همون جا رفت و در ادبیات ها ما میدونیم که همون آب و هوای تبریز که مرکز آذربایجان بشه، ما امروز آذربایجان گفته مرکزش باکو جمهوری آذربایجان رو میفهمه، لیکن اصلا قسمت زیاد ایران امروزه هم آذربایجان است و مرکزش همین شهر تبریز به شمار میرد و در اینجا بعدتر برخوردهای نزاعهای بین همدیگری تیمور و الیاس خوجه و اینچنین امیر حسین و دیگران شروع می شوند و در اردوی طلایی تختمیش خان که حکمرانی میکرد و چندین مراتب لشکرکشی ها را به هم ماوراء النهر و هم قسمت آذربایجان ایران انجام میدهد و او مشرف شد که همین در قطار دیگران خواجه کمال را هم با خودش به آلتین ارده ببرد، یعنی به سرای برکه ببرد و امیر تیمور در همون محاربه های خودش که از سال 1395 تا سال 1400 در همین منطقه به انجام یافته بود تختمیش خان را مغلوب میکند و خواجه کمال را از سرای برکه از اسارت مغول ها آزاد میکند و از نو به همین تبریز می آورد و تا آخر عمر ما میدانیم خواجه کمال در تبریز عمر به سر برده. هزار رحمت. به هر حال در همین مورد فقط کوتاه از بهرام جان رحمتزاد میخواستم نظرشون رو پرسم، شاید علاوه به اندیشه استاد یا یک حرفی نوی هست در این مورد میخواستم ذکر کنم، چون بهرام جان بیشتر از کتب کهن از سرچشمه آگاه هستند سر این مسئله، چند مقاله هم داشتن. مرحمت بهرام جان. تشکر استاد. البته استاد اسام‌الدینوف اینجا بسیار به طور مفصل عامل‌های تاریخی، عامل‌های سیاسی و آنچه که در مورد جهانبینی یک شخصی نیرومند فکری بود صحبت کردن و علاوه‌اً فقط همین نکته رو هم گفتنی هستم که روایت‌های بسیار گوناگون در کتاب‌های تذکره تاریخنامه ها ذکر شدند که مخصوصاً میگویند که از بس که از جهت معنوی شهر خوجند اون محوطه اون محدوده هم نبود که کمال خوجندی تمام افکار عرفانی و ادبی خودش اینجا تواند پیاده بکند و همین سبب هم رحلت سفر کردند به شهرهای دیگر و میگویند که یک مدت در سمرقند هم زیستند. بعضی سرچشمه مخصوصا استاد شریف جان حسین زاده و استاد بدرالدین مقصود هم در دو کمالشناسی بسیار نخبه تاجیکستان هستند در پیروی استاد شریف جان حسین زاده همین نکته رو تاکید میکنند که میگویند که بیسر و سامانی های زیاد که میتوانست پرزن به اهل خانواده یا پیوندان که یا شاگردان که از جهت معنویت و اونسی شیخ کمال با او قرابت داشتن شاید سبب شده باشد که یگان ناخوشی شاید سبب شده باشد که از شهر خوجند بیرون شوند. اما نکته بسیار عجیب هم همین است که این سفرهایی که ما به شکل ظاهری از شهر خوجند به سمرقند سپس یک مدت به خوارزم یا چاچ استقامت کردن و سپس به تبریز رفتن شیخ کمال با در برابری عامل‌های بیرونی یعنی همین عامل‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی عامل‌های روحانی هم دارد. شیخ کمال خوجندی البته در عرفان یک نفر بسیار شناخته هستند در تمام سرچشمه ها همچون شخصیت عرفانی معرفی میشن و همین سفرهای ظاهری این تکمیل روحانیتی این نفر هم بوده میتواند. هزار تشکر بهرام جان، سپاسگزار هستیم از شما.
من میخواهم دوستان عزیز ذکر کنم که حالا ما به تبریز و اون طرف به سرای والیانکو سفر نمی کنیم. اینجا در آغاز میخواستم که صحبت ما در مورد کمال خوجندی و خوجند، البته محیط خوجند، شخصیت های معروفی تو کمال خوجندی و در دوران زندگی کمال خوجندی به زندگی، به روحیه، به شخصیت، به فعالیت شیخ کمال خوجندی بی تاثیر نبود و یکی از اونها که در اشعارشان هم هست شیخ مصلح‌الدین بودند که واقعا اسم ایشان ذکر می شود و من اینجا از مورخ جوان صادق خان عمر خواهش میکردم که همینجا اندیششان اوید به تأثیر خوجند و اهل خوجند و روزگار آثاری کمال خوجندی بگم. مرحبا. آرزوی دیرینی کمینه این بود که باره در حضور چنین استادان بزرگوار سخن کنم. برای من این مایه افتخار است. البته من اختصاصی هستم، لیکن برای به تاریخ ملت تاجیک مخصوصا خوجند خیلی شوق و رغبت زیاد دارم. از آن جمله خیلی که استاد قید کردن سال گذشته جشن 700 سالگی حضرت شیخ کمال خوجندی را تجلیل کردیم و با سید عمرانکو همون وقت نیت کرده بودیم که یک روز یک خیلی نشستی معنوی برپا میکنیم. امروز به همین رسیدیم. من خیلی خرسند هستم. البته خیلی که گفتیم حضرت بزرگوار شیخ کمال خوجندی از عارفانی برجسته در برابر شاعر بودند، از عارفانی برجسته بودند. اگر عارف نمی بودند چنین شعر نمی گفتند. من همین خیلی فکر میکنم و به اهل طریقت، اهل عرفان محبت زیاد داشتند. از آنجا به شیخ مصلح‌الدین خوجندی در غزلی میگویند که عاشقان قصه های نو شنوید. این مطلع غزل است. در دوام آن میگویند که در صفی صوفیان پند پذیر گر مریدان مصلحت شنوید، دامن افشان ز خانمان چو کمال بر در شیخ مصلحت بروید. این خیلی هم یک احترام بلند است نسبت شیخ مصلح‌الدین خوجندی. و در موضوع همان رفتنی کمال یک چیز را علاوه کردم. میخواستم که این روابطی مردمی بین خوجند و تبریز این فقط یک رفتنی شیخ کمال خوجندی به تبریز نیست. از سرچشمه ها از نسبنامه ها معلوم می شود که در زمان همون رفتنی خواجه کمال خوجندی به تبریز یک نفری دیگر هم از تبریز به خوجند آمده بوده است که این سید ابراهیم صدور است که در نسبنامه ها همچون شیخ الاسلام خوجند قید شده است. شاید این هر دو نفر با یک دیگر رابطه داشتند و امروز یک اولاد بزرگ از همین به اصطلاح تبریزی های ایران و آذربایجان در خوجند ما زندگانی میکنند، فعالیت میبرند. من فکر میکنم که همین رابطه های فرهنگی و مدنی علمی بین قوم، بین حوزه های گوناگون علمی ادبی تمدن تاجیک و فارس از اول بود، هست و باقی خواهد ماند. و من امید دارم که ما هر سال همین گونه جشن کمال را قید میکنیم و شاید از این پیش دیگرها همین تکلیف را کرده باشم. من تکلیف میکنم که ما همین در دوام سال یک روز را همچون روزی کمال تجلیل کنیم و همین عنعنه باشد برای ما. تشکر برای دقت شما. هزار تشکر. خوب دوستان عزیز، گفتیم که شیخ کمال خوجندی در برابر اون که شاعر بودند، شیخ بودند و از نفرهایی بودند که همچون شخصیتی بی‌نظیر در خوجند و بیرون از آن آبروی اعتبار داشتند. من امروز میخواستم استاد حاجی حسین موسی‌زاده همچون یک نفری که از تصوف و عرفان و از تاریخ طریقت و این مسئله ها آگاه هستم، میخواستم درباره شیخ کمال خوجندی همچون یک شخصیت، همچون یک نفر روحانی حرف زنم. مرحمت استاد. اولا به تشکیل کنندگان این محفل تشکر میگویم، زیرا بزرگان را یادآوری شدن. این یکی از عملهای صالح است، چنانه که میگویند
گر سخن نبود چراغی مجلسی یادآوری، بعد خاموشی ز خاطرها فراموشیم ما. شیخ کمال رو در دوام 700 سال هیچ کس فراموش نکرده است. این بزرگی شیخ کمال است. شیخ کمال میگوییم کلمه شیخ به هر کس داده نمی شود. این لقب به شخصان داده می شوند که آنها عارف باشند، عالم علمی تصوف باشند، از حقیقت و شریعت و طریقت با خبر باشند. شیخ بودنی حضرت خواجه کمال بینید لقب به 2 نفر داده شده است، و شیخ کمال و شیخ سعدی. این 2 نفر در حقیقت شخصیت هایی بودند که همچون شیخ یعنی مرشد، پیشوای هدایتگر. البته شیخ کمال آنچه شیخیشان هست در آثارشان بارز است، چنانه که میگویند در علم محققان جدل نیست، از علم مراد جز عمل نیست، کفش خضر و عصای موسی شایسته دست و پای شل نیست. گر فکر کنی در این چی باشد، زین فکر دماغ را خلل نیست. از آب خوجند بگذر و کوه، در شهر تو این بجز مثل نیست. این در نه در این حقیر دریاست، وین لعل به کوهی میوغل نیست. در کوه چی میکنی به من باش، که امروز میعاد در جبل نیست. اینها نه مقالتی کمال است، اسرار خداست این غزل نیست. البته من کوتاه کردم. در اینجا شیخ کمال مقطع غزل را میگویند که اینها نه مقالتی کمال است، اسرار خداست این غزل نیست. شیخ کمال کلمه شیخ این یک لقب افتخاری بود در زمان شیخ. در تمام زمانها کلمه شیخ را استفاده میبرند. امروز هم کلمه شیخ در مصر این عنوان است، عنوانی که به 1 نفر داده می شود، شیخ ازهر، یعنی جامع الازهر که زیاده از 120,000 دانشجو دارد. رهبر اون شیخ ازهر است. شیخ بعضی ها فکر میکنند که شیخ نگوید خواجه کمال را، فکر میکنند که شیخ فقط ملا است. نه، ابن سینا شیخ الرئیس بودن، شیخ سعدی رحمت الله علیه، شیخ کمال خوجندی، اینا شخصیت هایی بودند که عارف بودند. خصوصا شاعری عارف است، عارفی شاعر است. بعضی شاعران هستند که شاعر هستند و عارفی هم دارند، لیکن شیخ کمال عارفی شاعر بودند. یک کتاب هست با نام خزینة الاصفیا، زیاده از 400 سال شده است نوشته شده نشد. در آنجا میگوید شیخ کمال یکی از اولیاء الله بود، جامعه شعر پوشیده می داشت، خیمه و عصای خود را به لب دریا میزد. هر وقتا که دریا فیضانات کند با شرافتی عصا و خیمه شیخ کمال به شهر نقصان نمی رسید. این البته یک بزرگی شیخ کمال است. وقتا که ما شیخ را به خوجند
رابطه آن کس را مسقط الرأس میگویند. آن جایی که خون و ناف این کس ریخته است شهر خوجند است. و یکی از شخصیت هایی که پیری روحانی اون کس بودن شیخ مصلح الدین، چنانکه که صادر خان هم گفتن، خودی شیخ کمال گفتن در صف صوفیان پندپذیر گر مریدان مصلحت شنوید دامن افشان ز خانمان چو کمال بر در شیخ مصلحت بروید. وقتی که انسان از خانه اش برآمده می رود و یگان چی نمیگیرد دامن می افشاند. یعنی من برآمده از خوجند رفتم. البته برآمدن شیخ کمال این یگان نارضاگی نبود یا دیگر نبود، این روایت های زیاد است، لیکن شیخی شیخ کمال را در همان زمان اعتراف کرده بودند. یعنی شیخی زمان بودند و امروز انشاءالله روحشان شاد است. ما باید با افتخار در همه محفل ها هم خواجه کمال گوییم و هم شیخ کمال گوییم. سلامت باشید. هزار رحمت، سپاسگزارم استاد از شما. خب برمیگردیم باز به شعریت کمال خوجندی. یک سوالی هم هست که شعر کمال خوجندی چه امتیازی دارد یا چه فرقی از اشعار سخنوران دیگر دارد؟ بسیار نفرها میخوان همین چیز فهمند، درک کنند. من باز برمیگردم از بهرام جان رحمت زاد پرسم که شعر کمال چه امتیازی دارد یا چه فرقی از اشعار سخنوران دیگر دارد؟ مرحمت بهرام جان. تشکر استاد. اگر در مورد خاصیت های شعر کمال، ویژگی های شعر کمال صحبت کنیم میتونیم ساعت ها صحبت کنیم. اینجا هم حضور استادان است، من زیاد حرف زدن نمیخواهم. یک چند نکته هست. مثلا بسیار کمال خوجندی شاعری هست که تناسب سخن نه تنها در ظاهر شعر بلکه در اندرونی، تناسب اندرونی سخن هم بسیار قوی است. مثلا میگوید که تا رخ نپوشی کی شود از دیده اشک ما روان، تا رخ نپوشی کی شود از دیده اشک ما روان، پنهان نگشته آفتاب اختر نمی آید برون. منظور از مثلا رخ آفتاب است یا مثلا اشک اختر. همین خیلی تناسب های بسیار عجیب دارد و گذشته از این، فراتر از این، یک شاعری بسیار حساس و شاعری هست که از ماورای خودش حرف میزند. در برابر آن که سخنش در پایه عرش است، در برابر آن که سخنش مزه روحانی بسیار بلند دارد، اما از ماورای خودش، از جهان خودش، از محیط، از محیط احاطه کرده خودش صحبت میکنه. بسیار ظرافت های بسیار عجیب دارد. مثلا میگوید که پسته هر سال گران بودی و بادام به قدر، از لب و چشم تو امسال همه ارزان شد. و شاعری هست که تمامی جهان بینیش رو عشق احاطه میکنه. حتی در قطعه هایی که صرف تاریخی هست جنبست های بسیار عاشقانه زیبا میکند. همین گفت فرهاد آقا به میرولی که رشیدیه رو کنیم آباد، همین قطعه صرف تاریخی است. میگوید که ضرب تبریزیان به آجر و سنگ بدهیم از برای این بنیاد. همین خیل بود مسکین به فکر کوهکنی که زیمورانی کوه و دشت زیاد، لشکری پادشاه تختمیش آمد و هاتف ندا در داد، لعل شیرین به کام خسرو شد، کوه بیهوده میکند فرهاد. بسیار زیبا عشق. یا مثلا قطعه بسیار چی است، خواستم از خادمی مطبخ سوال، برای کان کشت و بر سپایه برد. همین یک مثلا کلمه های شیوگی یا کلمه های مثلا مثل شعر شهرآشوب دارد. میگوید که پیه و گرده خادمی سقا گرفت، شیردان رو گند پیری دایه برد. بسیار چی است، اما جنبه استش بینید، توجه کنید. میگوید که گفتمش دل را کجا بردی که نیست، گفت دل را دختر همسایه برد. بسیار یک شعر زنده، شعری که نبض دارد، نفس میکشد در برابر تمام مثلا خاصیت های دیگر و بازی های بسیار عجیب با کلمات دارد. مثلا میگوید چشم بیمار بر زیارت توست، نظر کن به چشم بیماره. صفت دیگرش مثلا چشم بیمار دیگر این صفت چشم است که
تشبیه بسیار معروف است. اما بزرگی در چی است؟ بزرگی مثل کمال خجندی رو اگر در یک مثلا جمله گوییم، شعر این استرکتور یا شکلی بسیار ریخته شده هزار سالها یک آهنی هست که هزار سالها کوبیدن. مثلا یگم بار در شعر کلاسیکی یا مثلا در شعر معاصرم قامتی دلبر رو به بیت تشبیه نمیکنن. این خیلی چیز ممکن نیست. اما شاعر بزرگ کدام شاعر است؟ همون شاعر هست که همین مدل ها، همین استرکتور، همین شکل ها رو آهسته آهسته میشکنه. مثلا اگر شعر قامت در تمام مثلا ادبیات کلاسیکی ما قامت به سرو تشبیه شده باشد، کمال خجندی آهسته آهسته قدم به قدم زینه به زینه میشکند همین تشبیه را. میگوید که اگرت سروی بوستان خوانند، در بری سرو سیبی سیمین نیست. الکای رد میکند همین تشبیه. یا تشبیه برعکس میکند، میگوید که سرو میخواست با پابوسی تو آید چون آب، لیکن از جو نتوانست به یک پا بگذشت. یعنی یک چیزی هست و مشکلی شعر کمال خجندی هم در همین است. مثلا همین بیت مشهوری که در تمام تذکره ها نوشته میشد، میگه کس در سر هیچ رخنه نگرفت مرا، معلوم همه شود که دزد حسنم. در بعضی دیگر تذکره ها میگه که معلوم نمی شود که دزد حسنم. این خیلی خانه من معنی میتید، این خیلی خانه من معنی میتید. مثلا اگر معلوم همه شود که دزد حسنم خانیم، باید مثلا حسنه به حرف امروزه به خرد نویسیم، میشد معناش نیک دوست. اگر معلوم نمی شود که دزد حسنم خانیم، حسنه باید کلان نویسیم که اشاره به حسنی دهلوی است. بسیار بحثای دیگر است، من زیاد نمیخوام وقت شما رو گیرم. تشکر. خوب به نزاکت و فصاحت و بلاغت شعر کمال خجندی سخنوران محققان زیادی بهاگذاری کردند، اندیشه های خودشان رو گفتن، جلد جلد کتاب شده است. ولی همانو انتخاب بیت، انتخاب بیت دل، انتخاب شعر، انتخاب متن از هر یک نفر ذوق بلند میخواهد و در محفل ما یک نفری حضور دارند که من فکر میکنم که در برابر اون که هنرور هستند، هنرمند بی‌نظیر هستند، معنی شناس هستند و هر غزلی که از کمال خجندی استاد جلبیک نبیف میخوانند، واقعا این برگزیده اشعار کمال خجندی است و این انتخاب استاد است. و من امروز خواستم که همون یک غزل معروفه که واقعا به یک آهنگ زیبا استاد وارد کردن، بوی وفا و هرگز زیروی خوبان بوی وفا ناید، گر تو شنیدی این بو بار مرا ناید. همینجا یک بیت عجیب است: نعتی کمال خوشتر از فرش پادشاهان، از بوریای رندان بوی ریا ناید. ولی استاد پیش از آن که شما یک دو سرود خوانید، به هر حال اندیشه خودتونه همچون یک نفر هنرمند درباره شعر کمال انتخاب خودتان بیان کنید. مرحبا هستم. در نزد این عالمان بزرگان یک سخن به معنی گفتن نمیتوانم، لیکن طبع من همیشه با خودم با کتاب ها و غزلیات گذشتگان میخوانم. از درون همین غزل ها، همه غزل ها که معنیش روانی سخن و من بسیار معقول می شود، همه انتخاب کرده. یعنی درد همون سخن با درد من آشنا، همه درد من در همون غزل انعکاس یافته است. همون را انتخاب میکنم میخونم و مردم پیشکش میکنم. دیگر همین اینجا عالمان بسیار سخنهای بلند گفتن، در نزد اینها من همچون طلبه بسیار حوث هم می آید به شمایان که چنین علم بزرگ رو از خود کرده اید و فرزندان مردم را تربیه میکنید.
الها با علم و هنرتان با عمرتان خدای تعالی برکات عطا کند. من بسیار خرسندم. مرحمت استاد، صحنه از شما تحت کفکوبی های حاضرین شما رو به صحنه دعوت میکنیم استاد. مرحمت. هرگز زلف خوبان بوی وفا نیاید، گر تو شنیدی این بو باری مرا نیاید. مشتاق پای بوسم زن بر سرم نیایی، امزبی میخواهیش پیشی گدا نیاید. من امزبی میخواهیش پیشی گدا نیاید. دی گفته آریت سر بریندر عاشق به سر بیاید، آنجا به پا نیاید. پیشی تو بحری نام است آمد شدی رقیبان، دور از خدا بکن بحر خدا نیاید. دور از خدا بکن بحر خدا نیاید. گر خرمی مشادم از عمر نشمریم من، روزی که از تو مارم پند بلا نیاید. عاشق نخواست دنیا از دوست بلکه عقبا، هرسولیم طبعی از پارسا نیاید. نطعی کمال خوشتر از فرشی پادشاهان، کز بوریای رندان بوی ریا نیاید. کز بوریای رندان بوی ریا نیاید. هرگز زلف خوبان بوی وفا نیاید. بوی وفا نیاید. یاری ما سر به بلند است بگویم بلند،
پس گفتم سخن از بیم رقیبان تا چند دامنش دیر به دستم فتد حلقه زود نتوان زود گرفت آوی مشکین به کمند نتوان زود گرفت آوی مشکین به کمند تیرهای دیگرش بر دیگر آید حیف آنچه خاکیست چرا بر منی خاکی نفکن دل صد پاره به مرهم نشود چاره پذیر جام نازک چو شکستند نگیرد پیوند جام نازک چو شکستند نگیرد پیوند از آن کاتش دل سینه پروانه بسوخت شم خواهی به هلاکش بگیری خواه بخند در بجویم بسر هر نابم کمال بلبلی چون تو خوش الهام به چمنهای خجند بلبلی چون تو خوش الهام به چمنهای خجند دوستان عزیز در صحبت امروزه استاد احمد جان رحمتزاد گفتند که دو نسخه نو علمی انتقادی دیوان شیخ کمال خوجندی انتشار شد که یکی در مرکز کمال صورت گرفت و دیگری با کوشش و اهتمام دانشمند معروف دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور فخرالدین نصرالدینوف به انجام رسید که این کتاب الان در دست من قرار دارد. اون در 2 جلد روی کار آمد و من از برادر ارجمندمان خواهش میکردم که در مورد اون مسئله متن‌شناسی شیخ کمال خوجندی بعضی پرابلم ها یا اینکه دشواری هستند یا کارهایی که فردا باید بازم محققان دیگر انجام دهند نقطه نظر شما میگفتم. مرحبا. سخن شیخ کمال خوجندی بسیار سرچشمه‌اش صاف و عالی است. مشرب فکری او بسیار
ممتاز است. عظمت و بزرگی او هم بر همین نکته پیوند میگیرد. زمانی که شعر او اسرار خدا باشد، یعنی اسرار معرفت خدا باشد، زمانی که دفتر شعر او جز عشق حرفی را در خود نداشته باشد، همان گونه که میگوید لیس الا رقم العشق علی اوراقی، جز حرف عشق دیگر چیزی در دفتر شعری من نیست. زمانی که شخصیت بسیار ممتاز و عالی او پاک از هر نوع خودبینی و ریا باشد، چنانه که خواندن که از بو ریای رندان بوی ریا نیاید. همه عظمت و بزرگی او بر همین پیوند میگیرد. زمانی که او خود شعر خودش را، بزرگی شعر خودش را بارها در دیوانش تأکید میکند و بر فهم آن، بر عمق آن رسیدن چه طلبات دارد، چه چیزها را باید دانست، وگرنه نمی شود بر حریم اندیشه او راه پیدا کرد. این ضرورت ها ما و شما را وادار می کند که برای معرفت بزرگی شعر کمال ما باید تمام توان خود را به کار اندازیم تا سخن اصلی او را نخست به دست بگیریم. سخن کمال از روزگار خودش خیلی عالمگیر بود. آموزش، بحث، پژوهش بالای سخن و اندیشه از زمان خودش آغاز شده بود. خودش میگوید عالم سخن کمال بگرفت، روز جز این سخن نیست. تمام سرزمین شرق را فرا گرفته بود، بر عجم فتح سخن کردی کمال، ففتح باب المعانی فی العرب. اما ظرافت هایی که شما در مورد متن اشعار کمال خجسته بپرسید، این کار تخصصی است، کار حرفه‌ای است، کاری که کسی که آماده کشیدن رنج همین زحمت است تا اصالت شعر کمال را بر خواننده پیشنهاد کند تا معرفت و شناخت درست او صورت بگیرد. ما امروز به سوی آن هدف می رویم که عظمت و بزرگی این سخنور ممتاز ملتمان را و اسرار بزرگی آن را کشف کنیم، بر خواننده پیشنهاد کنیم و در عرصه بین الخلقی بالا ببریم. همه اینها زمینه نخستین آن تهیه متن صحیح درست اشعار او است. و همین خاطر این چون بحث علمی است، تنها یک دو نکته میخواهم اشاره کنم که دسترسی بر آن ربط میگیرد به چند از دانش‌ها و چند از ضرورت‌ها. چون امروز امکانیت‌های بسیار خوب در زمان استقلال فراهم آمد، ما میتوانیم نخست بر زمینه این خیلی امکانیت‌های خوب نادرترین نسخه هایی که امروز در گوشه و کنار عالم محفوظ هستند نگهداری میشوند آموزیم، تحقیق کنیم، مورد مقایسه قرار دهیم و قدم در متن‌شناسی اصیل از دامن نسخه شناسی های توصیفی و تاریخی فراتر گذاریم، بر نسخه شناسی تطبیقی روی آوریم که ما توانیم ارزش واقعی دستخطی که در آن شعر کمال نوشته شده است به همین وسیله علمی مشخص کنیم، معین کنیم. یعنی یک اصطلاح در علم متن‌شناسی است که میگویند نه همیشه اقدم نسخ اصح نسخ است، یعنی نه همیشه قدیمترین نسخه صحیح ترین نسخه است. ارزش واقعی آن زمانی که مشخص کرده میشد این در تصحیح شعر کمال وقتگیرترین و مشکلترین اما مهمترین کار است. این کار تا جای انجام گرفته است و هنوز خیلی نسخه های بسیار نفیس و نادری که در 100 ساله اول پس از درگذشت شاید نوشته شده است در گوشه و کنار عالم محفوظ است. آنها نیز مرحله به مرحله فراهم آمده ایستادند، آموخته شده ایستادند
ما میتوانیم در اساس اون معیارهای مشخصی که علم متن شناسی دارد دیوان شیخ کمال خوجندی را واقعا بر شکل و صورتی که نزدیک به اصل گفته های او باشد به خواننده پیشنهاد کرده باشیم. چون این کار خاصی تخصصی است که ما میکنم شرح و تفصیلی تهیه و ضرورت ها را گفتن یک محفل خاصی تخصصی میخواهد. شکر. اصلا همین محفل، همین برنامه چنانه که مصلحت رفت این آغاز یک صحبت های سلسله‌ای و هر نفری که اینجا حضور دارن من بعد یکی از قهرمان های محفل های ما دیگر خواهند شد که ما در هر محفل یک بحث، یک صحبت ما اینجا میخواهیم به قدری به طور مجموع مسئله هایی رو مطرح کنیم تا هم محققانی که ما رو از تلویزیون تماشا میکنن، اونهایی که نسبتی این مسئله بی‌طرف نیستن، یک بار اندیشه کنن و سری این مسئله کار رو به انجام رسونن. و در برابری همین اصطلاح متن‌شناسی در علم اصطلاح کتابشناسی هم هست. مثلا ما امروز درباره کتابشناسی حافظ اگر صحبت کنیم میبینیم که چقدر کارها رو محققان ایران، محققان افغانستان، محققان من دنیا به انجام رساندن. ولی در مورد کتابشناسی کمال خوجندی هنوز فکر میکنم که کارهای مقدماتی است و در این زمینه من میخواستم از برادر دانشمندم شریف جان تاجیبایف بعضی اندیشه هایشون رو پرسان شدم تا شاید فکر و عقیده اون کس یا روزنی دیگر رو در این مسئله باز میکنند. مرحبا. سلام علیکم بار دیگر اشتراکچیان محفل. واقعا تا دیروز جای کتابشناسی کمال خوجندی در خاورشناسی عالم خالی بود. چنانکه که ما میدونیم اکثر شاعرای ما چنین یک کتابشناسی داشتن، مثلا کتابشناسی رودکی، کتابشناسی مولوی، کتابشناسی حافظ، کتابشناسی خواجه کرمانی. این گونه سرچشمه هایی که بتواند تمام آثار علمی و ادبی و تحقیقاتی را در مجموعه جمع آورد و پیش خواننده خودش قرار بدهد و یک اندازه سابقه تحقیق همین موضوع را برای مشتریان معرفی کند. خیلی از این گونه کتاب ها مربوط یک نفر سخنور داریم که برای کمال خوجندی چنین یک کتابشناسی انجام داده نشده بود تا دیروز البته و همیشه در ذهن من همین چیز چرخ میخورد که چرا چنین کتابشناسی برای یک نفر شاعر نیرومند ما که سخنش جهان بگرفت و لطفی سخنش را اینقدر ارج میگذارند تا هنوز تهیه نشده است. و خوشبختانه سال پیش از این با اهتمام و کوشش مؤسسه دولتی مرکز علمی کمال خوجندی چنین یک کتابنامه کمال خوجندی تهیه گردید و تا این کار یک کار مقدماتی البته در کتاب مقدمه کمال شناسی انجام یافته بود که اینها البته یک زمینه های ابتدایی مقدماتی هستند که برای تهیه کردن کتابشناسی کمال خوجندی یک زمینه میگذارند. اما این کاری که به قریبی در سال 2020 انجام یافت یک کاری به ذات خودش نو در زمینه کمال شناسی است که در آنجا بیشتر از 1,500 منابع علمی، ادبی، تحقیقاتی، ترجموی جمع آوری کرده شده است و پیش روی ما یک منظره عمومی تحقیق موضوع کمال شناسی را میگذارد. ماهیت این گونه کتاب مثلا در چی ظاهر می شود؟ چی لازم است که چنین یک کتاب تهیه شود؟ پیش از همه برای محققین و برای هر نفری که میخواهد که در زمینه کمال کاری انجام دهد یک دستور، یک راهنمایی می شود که از سابقه تحقیق کمال شناسی آگاه باشد و چی به کدام مرجع های مراجعت کند. دوم اهمیتش در آن ظاهر می شود که
چی چیزهایی در کنار اون مسئله هایی که گفته شدند او گفته میتواند و به مانند این کارهایی که در زمینه کمالشناسی انجام می‌دهد چون این کتاب حتما یک راهنما و یک دستوری پیوسته می شود و فکر میکنم که این که کارهایی که انجام داده شد در مرکز کمال خوجندی دایر به کمال شناسی کتاب شناسی کمال باید همیشه انجام داده شود و فکر میکنم که مثلا ما چندین سالها سالانه رودکی داشتیم سالانه عینی داشتیم که هر سال برگزار میشد و تحقیقات انجام میشدن و چرا ما مثلا چنانه که اینجا هم اشاره شد یک روزی کمال داشته باشیم چرا مثلا ما سالانه رودکی نداشت سالانه کمال خوجندی نداشته باشیم که البته فکر میکنم که این کاری میشود که برای تحقیقات من بعد یک زمینه مستحکم میگذارد و فکر میکنم که در مورد کتاب شناسی کمال همین گونه یک سالنامه کمال خوجندی یعنی در دوام سال چی کارهای تحقیقات در گوشه و کنار جهان در مورد کمال خوجندی نوشته شده است در یک مجموعه جمع‌آوری شود میتواند که در آینده برای تکمیل کتاب کمال شناسی کمال یک زمینه بسیار هم مساعد فراهم آورد. تشکر. در مورد شناخت کمال خوجندی در مورد شناخت شخصیت کمال خوجندی مخصوصا معرفی کردن اون نقش اساسگذار ادبیات کلاسیکی تاجیک ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بزرگ است و اون مکتبی که استاد صدرالدین عینی در مورد تحقیق عموما ادبیات کلاسیکی ما دارن برای محققان امروز یک درس عبرت است. من میخواستم اندیشه شما رو در همین مورد شنویم سپان جان و پیشنهاد شما رو در مورد کارهای من بعد در اوید به تحقیق آثار و روزگار کمال خوجندی بیان میکردن. مرحبا. اولین مراتبه استاد عینی در مورد کمال خوجندی ضمنی شنیدنی همون غزلی چشم شوخ یا ناز بر بالای نازی که حاجی عبدالعزیز خوانده بودند خب از اونجا تأثیری بسیار خاصی برداشته هنوز سالهای انقلاب اولین نوشته خودشان درباره کمال خوجندی به میان آورده بودند. بعد اون در کتابی تذکره نمونه ادبیات تاجیک درباره کمال خوجندی مخصوصا اظهار نظر کردند و در برابری در مورد دیگر وقتی که درباره شاعر بساطی سمرقندی حرف زدند اونجا هم بسیار ملاحظه های جالب و مشاهده های جالب درباره کمال خوجندی هست. بعداً استاد عینی در کتابی همین لغت نیم تفصیلی زبان ادبی تاجیک هم چند بیت کمال را در مورد شرحی واژه‌های ماوراءالنهری واژه‌هایی که تاجیکانی آسیای میانه به کار برده بودند. دیگر اینکه سال 1939 یک مقاله نوشتند با نام کمال خوجندی اما این مقاله استاد سال 1940 در گزیته استخانوفچی بار اول چاپ شد و همین مقاله چقدر که وقتی این تهیه همین کتاب ما همین چیز رفتن شد بعد از همون سال 1940 7 نشر همین مقاله استاد عینی هست درباره کمال خوجندی لیکن بعد آنکه مورد آموزش قرار گرفت معلوم شد که واقعا هم محقق امروزه اگر به همین نسخه اصل نسخه اولی چاپی مقاله استاد عینی روی نیاورد بعضی مسئله هایی که در شناخت کمال خوجندی هست شاید به اشتباه مثلا چی کنند. دو نکته هست یک تاش در مورد آنکه استاد عینی اطلاعی تذکره نگاران گذشته را در مورد هرچی در ایجادات عینی نبود در ایجادات کمال خوجندی نبودنی کلمه های شاه و سگ به ملاحظه گرفتند و گفتند که هرچی که در کمال خوجندی در شعر کمال خوجندی نیست توصیف شاه و مثلا سگ می باشد در حالی که دیگر محققان گفتند که در ایجادیات کمال خوجندی
واژه سگ از کاربردترین کلمه می باشد. خب وقتی که همین چیز تحقیق شد معلوم گردید که همین سخن در اثری در مقاله اولی صدرالدین عینی وجود ندارد و این در دیگر نسخه ها هم چی وارد شده است. نکته دیگری که می توانیم گوییم به طریق هم تو مختصر یک جمله از همین نسخه های دیگری مقاله کمال خوجندی افتیده است که در دیگر نسخه ها نیست، لیکن در نسخه اولین چاپ مقاله عینی است. من میخواستم برای آنکه صحبت ما دراز نشود فقط همون جمله را اشاره کنم که وقتی استاد عینی درباره کمال میگویند که کمال در پیش این بنا باغی رساند که در وی میوه های گوناگون میرسیده. وقتی که همین جمله عینی را میخوانیم در نشرهای گوناگون قفس آمده است، در دون قفس 3 نقطه آمده است و همین 3 نقطه در نشر اولین مقاله عینی پیدا شد که بسیار جمله عجایب برای اهل خوجند، برای زمانه اهل خوجند و در باب هنرمندی خوجندیان که همین نقطه چنین است. معلوم می شود که خوجندیان در همان وقت هم در باغداری، در باغبانی و در باغداری متخصص بودند. یعنی همین گونه ظرفیت ها خیلی که اینجا این کلمه بارها استفاده شد، یک ظرفیت های در شناخت کمال، یک نکته های بسیار جالب هست که از همون آموزشی همین منبع های کمال شناسی برمی آید. خب دوستان عزیز، یک خوشخبری شنیدیم که در مؤسسه دولتی مرکز کمال خوجندی آثاری یکی از محققان نامور کمال خوجندی پروفسور سعدالله اسدالله‌یف به چاپ آماده شده ایستاده است و واقعا امروز وقتی که درباره کمال خوجندی صحبت میکنیم از اون نفرهای باید یاد کنیم که در شناخت زندگی و آثار کمال خوجندی زحمت‌های فراوانی کشیدن. اینجا من بیشتر در برابر استاد سعدالله اسدالله‌یف میخوام از استاد روانشاد ما عبدالمنان نصرالدین یاد کنم که خدمت‌های ارزنده دارند مخصوصا در مورد معرفت شعر کمال خوجندی. و در صحبت امروزی ما پروفسور امیدخان غفاری حضور دارند. من از اون کس خواهش میکردم اندیشه‌های خودشان درباره اون کتابی که انتشار شده ایستاده است درباره استاد سعدالله اسدالله‌یف بیان کرده باشند. ممنون. تشکر زیاد. استاد زنده‌یاد پروفسور سعدالله اسدالله‌یف از چهره‌های شناخته علم و ادب جمهوری، از عالمان سرمحصول و فدایی بودند که در تحقیق و پژوهش، متن شناسی و کارهای پژوهشی رشد کمال شناسی سهم ارزنده خود را گذاشتند. رکن اساسی فعالیت ایجادی استاد اسدالله‌یف را متن شناسی، یعنی تهیه و تصحیح انتشار متن‌های ادبیات کلاسیکی حسابیدن ممکن است. اینجا میتوانیم از انتشار لیلی و مجنون، خسرو و شیرین حاتفی، متن‌های منتخب تاشخواجه اسیری خوجندی، مهستی خوجندی، متن‌های منتخب و نهایت متن علمی انتقادی دیوان کمال خوجندی یادآور شویم. گفتن لازم است که متن علمی انتقادی دیوان کمال خوجندی 3 مراتبه به نشر رسیده است. اولین مراتبه سال 1983 1984 متن دیوان علمی انتقادی در 2 جلد در یک جایگی با استاد زنده‌یاد شریف جان حسین زاده و سعدالله اسدالله‌یف و نظیره قهورова به طبع رسید که اون در اساس 3 نسخه تهیه گردیده است. برای تهیه نمودن این دیوان استاد زحمت‌های خیلی فراوان کشیدند و قابل قید است که استاد شهرت جهانی داشتند. با علمان وطنی و خارجی
пайваста мукотиба ва ҳамкорӣ доштанд. робитаи илмии устод бо хусусан бо донишманди маъруфи ҳинд устод саид амир ҳасан обидӣ натиҷаи хеле хуб дод. ман шоҳид ҳастам ки боре ба манзили устод шодравон падари бузургворам ки ҳиндшиноси номӣ буданд абдуллоҷон ғафуров, устод саид амир ҳасан обидӣ, устодони равоншод маниёзов, абдумаънони насриддин ташриф оварда буданд ва дар он ҷо суҳбатҳои илмӣ баргузор гашт. пас аз ин суҳбату маслиҳату машварат ман шоҳид будам ки ин донишманди зиндаёд устод обидӣ аз ҳиндустон нусхаҳои гаронбаҳое ки дар китобхонаҳои ҳиндустон нигаҳдорӣ мешаванд, зиракси ин нусхаҳоро ба манзилашон ирсол мекарданд ва устод саадулло асадуллоев аз ин нусхаҳо ғазалҳои тозаро дарёфт намуда дар мақолаҳои асарҳои худ онҳоро муаррифӣ мекарданд ва хизмати устод обидиро муаррифӣ мекарданд. инҷо мехоҳам як иқтибоси донишманди эронӣ эраҷи гули сурхиро ки девони камоли хуҷандиро дар эрон ба таб расонидааст, дар муқаддимаи девонаш чунин навиштааст: мо бояд аз корҳои оғои шидфар ва оғои асадуллоев ки ҳарду дар торикиҳо гом бардоштанд ва моро ба рӯшноиҳои ғазалиёти камол бароварданд, тамҷиди фаровон дошта бошем. воқеан ин хидмати мондагори устод дар камолшиносӣ аст. ҳамчунин барои тайёрии ба ҷашни 675-солагии камол таҳияи тасвир ва ҳайкали камоли хуҷандӣ аз рӯи сарчашмаҳо корҳои зиёдеро ба сомон расонид ва фикр мекунам имрӯз маркази илмии камоли хуҷандӣ он нақшаву ниятҳо, орзую омоли устоди зиндаёд саадулло асадуллоевро идома медиҳад ва рӯҳашонро шод мегардонад. хуб, мо инҷа чун сухан дар бори устод саадулло асадуллоев рафт ва як нафар ҳунарманди маъруфи тоҷикӣ воқеан таи як моҳ ҳаст ки аз зоидаи завқи он кас тамоми кишвар, тамоми ҷумҳурӣ аз пайкари дуои модар ҳаловат мебаранд. устод ғафурҷон ҷӯраев ҳузур доранд. ман аз ин кас фақат мехостам як нуктаро пурсам аз таърих, барои он ки гоҳо аз тавассути васоити ахбори омма, тавассути телевизиониё, дар мактабҳо, дар донишгоҳҳо вақте меравем, мо ҳамин акси шайх камоли хуҷандӣ ба тариқи мухталиф инъикос мешавад ва ҳар дафъа пайваста такрор мекунем ки аксе ҳаст, чеҳрае ҳаст ки чӣ хеле ки инҷа муаллима зикр кардан бо дар арафи 675-солагии камоли хуҷандӣ. албатта инҷа шоҳидҳо ҳастанд, устод аҳмадҷони раҳматзод ҳастанд. ҳамин аксе ки инҷо ҳаст, ана ҳамин акс пазируфта шудааст, яъне чеҳраи камоли хуҷандӣ. ва бисёр мехостам чӣ гуна ҳамин акс қобили қабул дониста шуд ва шумо ҳамин расмро кашидед, устод нақл мекардед. марҳамат. дар ҳақиқат барои офаридани пайдоиши расми камоли хуҷандӣ, яъне меҳнату заҳмати устод асадуллоев калон аст. барои он ки ман шоҳид ҳастам, чӣ хеле ки гуфтедтон дар
از این پیش حالا هم هستن در بعضی کتاب ها بعضی جاها بعضی رسم رو میگیرن چوب میکنن که یگان دلیل علمی تاریخی که همون وابسته ندارد، لیکن خیر رسم ها کشیدگی کمال خجند نوشتگی همین گیرن چوب میکنن. لیکن با همین چیز همین رسم های گذشته استاد اسلایف راضی نبودن و یا میخواستن که یک چهره باشد که چهره خجندی بودنش رو درک کرده شود. بغیر از این هر یک شخصی که در اینجا نشسته یا عموما گذشته های ما شاعران هر یک کس یک خاراکتر و ابراز خودش رو دارد. از سبب آن که چهره کمال خجندی تصدیق نشده بود، بعضی با شرط ها یک آزمون کلان در ولایت سال 92 اعلان شده بود که در آنجا من هم قطار دیگر رسم ها اشتراک کردیم. این 3 مراتب پیش بود. بار اول وقتی که پیشنهاد کردیم تخمینا یک 30 رسمی که از طرف رسم ها ایجاد کردگی بودن پیشکش بود. از اون بعد 17 تاش موندن، آینده آخر 7 کس موند، از 7 کس آخر تصدیق شده. این من یک چند یعنی شرط هایی که با کمال خجندی باید مانند شود شرط ها رو البته از طرف استاد اسداللهیف مانده شده بود. یک چیز رو میگویم که یکون از کجا گرفته شده است. این وقتی که این سخنهای استاد اسداللهیف وقتی که یک دانشی معین در خجند میگیرند و برای با دانش رو بلندتر برداشتن در سمرقند یک چند وقت زندگی میکنند حیات میبرند، البته مابین همان دوره جوان ها یک آبروی اعتباری بلند پیدا میکنند در سمرقند و چخیل که در همه کسب و ها یک رقابت وجود دارد. همونجا میگفتن که همین یک شاعر بساط سمرقندی که در اینجا گفته شد بسیار با کمال خجندی یک با یک نگاهی که اون هم جوان است لیکن بسیار ابروی اعتبار پیدا میکند در همین یک مجلس شاعرها میخواستند که شاعرها که به یک دیگر لقمه میپرتایند میگوید از کجای ایلوند بسیار کمال خجند آدمی حاضر جواب و حضرگاه بدن میگویند از خجندم از خجندم از خجند. ای ملحدی خجندی ریشی بزرگ داری و از غایتی بزرگی دهریش میتوان گفتم. بعد از اینجا خلاصه ها کرده میشد که بسیار ریشی بزرگ بوده است کلان این چیزها و بسیار شخصی حضرگاه میخواه بودن و در همین شرط هایی که آزمون بود همین چیزها یعنی اشاره شده بود که رسما به این چیز تکیه کنند. گذراندنی 6-72 سالگی یک چند کس به ایران هم ما رفته بودیم همراه استاد که همون وقت یعنی همراه ما اپراتور بودن باید همون جاهایی که کمال خجند یا قبر کمال خجند در تبریز بودیم اونجا رو باید به نوار گیرن. این نوار گرفتگی یک چیز عجیبی من میگم که بعد از تأسیس شدن سال 94 که با خیلی تهران رفتیم تبریز بودیم قبر کمال خجندی رو زیارت کردیم و در اونجا در یونیورسیته اونجا یعنی یک امیخیل محفل تشکیل کردن رکترشون که در اونجا بسیاری آدمایی که درباره فعالیت و ایجادات کمال خجندی برخوردار بودن و می آموختن و کتاب می نوشتن بودن و ما همراه خودمون اینکه سال 92 بود قالینچه های کمال خجندی رو با این چهره چاپ کردیم. استاد گفتن که مولا غفور جان میگفتن مولا غفور جان همین گرام میریم اونجا بعد کمال اگر چیش قبرش اونجا باشد ما چهرهش میبریم که ولی چهره ندارد. یعنی ما قالینچه رو چی کردگی بودیم ساختگی بودن در اینجا گران رفتیم و در همون یک یونیورسیتشون همین خیلی جمع آمد یعنی درباره کمال بود. ما که مهمان هستیم در آنجا از وطنی کمال آمدگی کمال شناسا بودن و همه درباره کمال میگفتن و خودی استاد برآمد کردن گفتن که قبر کمال من ما امروز زیارت کردیم لیکن ما چهرش از کمال از خجند آوردیم و در دست من برآوردم که همینجا یکی از کمال شناسان گفتن هم پروفسور عزیزی دولت آبادی حضور داشتن و خیسته آمدم قالینچه رو بوسیدن و گفتن که من تمام حیاتم یک تصورات درباره چهره کمال خجندی داشتم برای که با فعالیت اینا ایجاداتی هم با خاردار بودن و یک تصور همون تمام حیاتم یک چهره رو تصور میکردن همین چهره‌ای که در اینجا آوردن همین چهره گفته بوسیدگی بودن. سلامت باشید. چشم ملت را کشاید علم و عرفان کمال
دل منور می شود از شمس تابان کمال. آتش عشق وطن خاموش نگردد تا ابد، هر کسی آگه شود از سر پنهان کمال. گوهر اسرار حکمت گر بجویی از خوجند، لطف گردد در نقاب از چشم سلطان کمال. دل مقیم کوی جانان است گفت حالش در نظر، دل مقیم کوی جانان گفت حالش در نظر. بود با یاد وطن حال پریشان کمال. از زبان ملت خود شاد گردد روح وی، وا غریبا نشنوم از جسم بیجان کمال. از زمان ملت خود شاد گردد روح وی، وا غریبا نشنوم از جسم بیجان کمال. رشته هر یک غزل ها از خوجم باشد حسین، در منظوم بود در نظم دیوان کمال. هزار رحمت. روح کمال دائم شاد باشد. خب دوستان عزیز، محفل علمی و ادبی و فرهنگی آشیان کمال، هدف ما این بود که امروز یک بار دیگر به بینندگان، یک بار دیگر و مردم از کمال یاد کنیم. بعد 700 سالگی کمال خوجندی و شاید اینجا موضوع های مختلف بودن، ولی هر یک موضوع بزرگی است که فردا یک محقق، یک دانشمند سری اون کار میکند. و من برای هر یک از شما، اونهایی که اینجا شرکت ورزیدن، سپاسگزاری میکنم. و در پایان محفل ما از حسین جان یوسفوف، یک نفری که واقعا بیشتر از 50 غزل کمال خوجندی را به آهنگ کشیدن و به قریب یک کتابشون هم انتشار شده ایستاده است با نام شکلستان کمال. از فرقتی تو هر دم خون بارم از دو دیدن، گر دیدنت نباشد بیزارم از دو دیدن، بیزارم از دو دیدن. از فرقتی تو هر دم خون بارم از دو دیدن، گر دیدنت نباشد بیزارم از دو دیدن، بیزارم از دو دیدن. چشمم نمیتواند روی رقیب دیدن، آری همین توقع میدارم از دو دیدن، میدارم از دو دیدن. چشمم نمیتواند روی رقیب دیدن، آری همین توقع میدارم از دو دیدن، میدارم از دو دیدن. و مهرت صادق چو صبح بادا، همچون شفق پر از خون رخسارم از تو دیدن. تا دید روید افتاد در بلا دل، افتاد چنین بلاها هر بارم از دو دیدن، هر بارم از دو دیدن. افتاد در بلا دل، افتاد چنین بلاها هر بارم از دو دیدن، هر بارم از دو دیدن. در جان و خواب بر سر هموار آب حسرت میبارم از دو دیده، میبارم از دو دیده.
دردی تو کرد پنهان چون آب می بخوانم اسرارم از دو دیده اسرارم از دو دیده گرچی کمال در جان دردی تو کرد پنهان چون آب می بخوانم اسرارم از دو دیده اسرارم از دو دیده چون آب می بخوانم اسرارم از دو دیده اسرارم از دو دیده خونبارم از دو دیده هر بارم